مقایسه میکنم من جوانان امروزه و جوانانی که در زمان اولی استقلالیت بود از زمین تا آسمان فرق میکنه. از لحاظ فرهنگ، از لحاظ آداب، از لحاظ مدنیت، از لحاظ جهانبینی، از لحاظ حس وطن دوستیشان، حس ملیشان بینیاد فرقیت کلان دارد. این نشانه آن است که جوانان ما راه درست را انتخاب کردند. شماره بیش از 30,000 نفر جوانانی که امروز در خارج دور مملکت در دانشگاه‌های عالی پیشرفته دنیا تحصیل میکنند، این نشانه همین چیزی تصدیق همین گفته هاست. این در تاریخ دولت ما که اولین مراتب آنچه قریب 200,000 در داخل تحصیل میکنند، اونایی که 10,000 ختم کردن و شماره خدمتچیان دولتی قریب 40% را تشکیل میکنند. از لحاظ جوانان آینده جوانای تاجیک درخشان است.